که مخلوق محبت و شوقش با الله پیدا شود. زمانی که مشکل برش میاد توجهش طرف کجا باشه؟ الله سبحانه و تعالی باشه. مصیبت سرش میاد بفهمه که یگانه ذاتی که امروز از حالت ما خبر داره، آگاهی داره، الله سبحانه و تعالی است. در مساجد مخلوق دعوت داده میشه به سوی قبر پرستی، به سوی پیر پرستی، به سوی تنظیم پرستی، به سوی قوم پرستی، به سوی سمت پرستی، به سوی لسان پرستی. در این روزای نو شروع است، انتخابات است. هر کس لاف میزنه، داد میزنه، میایه پیشنهادا براتون میکنه، کارت بگیری کارت. کاش که یک روز امی غمخور می آمد مرا میگفت که می نماز بخوان. کاش که می آمد که اینجا عملت ناقص است، خلاف سنت است. کاش که می آمد میگفت که این عملت بدعت است. پاچای تاجیکستان بیانیش شنیدم، تا او اندازه را او هم فهمیده بوده که این چلی و جمعگی و سالپورگی بدعت است. به مردم خود چی میگه؟ میگه به الله قسم به قرآنی گپا نیست که شما کشید. پاچایی که به الله معلوم که از دین چی قدر آگاهی داره یا نداره، این موضوع را میفهمه، مردم خود میگه کارای بدعت نکنی، این کارا بدعت است. خب مولای ما امروز دعوت نبو گپا میده، عالم ما سری منبر مردم میگه اگر این کارا را نکردی از دین برآمده ای، اگر این کارا را نکردی تو در مذهب نیستی، باید دوره زده شوی. دورم تره میزنه. غریب کسایی است که سنت پیغمبری که فاسد شده تو اصلاح بکنی. در یادتان بود که در روزی نماز جمعه 2 رکعت تحیت المسجد در وقت دخول است. الحمدلله، شکر الله سبحانه و تعالی را زیاد بکشید. واقعا زمانی که هر سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما تطبیق میکنی، عملی میسازی، شکر الله را بکشید. امیالی بسیار علما ما در مساجد داریم، بیچاره خوب میدانه که طریقه خواندن نماز جمعه به کدام کیفیت است، لیکن از دست مقتدیان نمیتونه. الله سبحانه و تعالی تو را توفیق داده، موقع و زمینه را برات مساعد کرده که عملا تو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده میکنی. غریب همی کسی را میگه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم براتان خوش خبری داده، مژده داده، فطوبی للغرباء. در حدیث دیگه میایه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که از پیش سوال شد، قیل من الغرباء یا رسول الله، تو که اینقدر خوشخبری به غربا میدی، مژده میدی، غربا کی هستند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ناس قلیل صالحون، ناس مردمای خیلی کم ولی خیلی صالح، از نگاه عقیده درست، از نگاه عمل درست. فی ناس سوء کثیر، در بین مردم بد زشتی که خیلی زیاد است. و سواد اعظم است، بسیار مخلوق است. در بین ازیا مردمکای خیلی کم، خلیکی در عقیده قطع ازوا ممتاز، ازوا جدا، در عمل ازوا جدا. بعد از او پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من یعصیهم، کسایی که نافرمانی امی مردم کم میکنه، اکثر مما یطیعهم، خیلی زیاد میباشه از او کسایی که گپی از یارا بپذیره، این خیلی کم میباشه. این صفت به کی موجود است؟ انشاءالله هر کس که رای توحید، رای تمسک به سنت پیغمبر علیه السلام گرفته باشه، خود میفهمه کی است.